قلندرزاده آزاده آموزگار مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه اینواسیونی جوانی در شهر خوجند سزاوار جای یکم. غالبی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. آزاده قلندرزاده را در مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه اینواسیونی جوانی در شهر خوجند گرم و صمیمی استقبال نمودند. این آموزگار جوان در نمینه ادبیات کلاسیکی تاجیک در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است سزاوار جای اول گردید. دیرکتور لیسه اینواسیونی جوانی آموزگاران و خوانندگان از این دستاورد آموزگارشان افتخار دارند و آزاده قلندرزاده را با این موفقیت تهنیت نمودند. توانستم مهارت و دانش خود را نشان داده در این آزمون با نفوذ سزاوار جای اول گردیدم و منتداری خیش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان کشور چنین آزمون‌های با نفوذ چون فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من را راه اندازی نمودند و ما جوانان در این آزمون‌های با نفوذ شرکت می‌ورزیم. آزاده قلندرزاده در آزمون با نفوذ فروغ صبحی دانایی کتاب است. طبق نظامنامه 110 غزل، 112 بیت و دیگر نوهای شعری، 122 رباعی و دو بیتی، 100 بیت قصیده، 25 اثر نثری و 160 بیت پارچه از داستان‌ها را از خود نموده است. همین بود که نام برده همچون غالبی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است با عنوان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان دیپلم و 35000 سومانی مبلغ پولی قدردانی گرده بود. برای دستگیری و تشکیل چنین آزمون با نفوذ با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منتداری بیان نمودم. اظهار داشت که من بعد هم برای تشکل معنوی خود شاگردانش کوشش می‌نماید. سال ششم است که آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است با مقصد بلند برآوردن ذوق کتابخوانی و تقویت نیروی ذهنی میان اهالی کشور از جمله تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی، دانشجویان مؤسسات عالی کسبی و دیگر طبقه‌های اهالی مملکت برگزار می‌گردد. جامعه مهنتی لیسه اینواسیونی جوانی در شهر خوجند در آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی فعالانه شرکت می‌ورزند. تا امروز 3 نفر آموزگار این مؤسسه تعلیمی آزاده قلندرزاده، جواهر اشورov و اصل نسا یادگاری در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک نموده مقام‌های یکم، دوم و سوم را در دور نهایی آن به دست آوردند. رهبریت مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه اینواسیونی جوانی در شهر خوجند با مقصد هوسمندی خوانندگان و آموزگاران و تشویق کتابخوانی و کتابدوستی من بعد هم تدبیرهای سودمند اندیشیده دستور و سپرش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار و فعالیت قرار می‌دهند.